خب دوستان، اینجا برج آزادی یکی از بهترین و قشنگترین برج‌های تهران و ایران هستش. اینجا آدمای بسیار معروف و متمدن میان، بسیار جذاب. همونطور که میبینید یک نفر هستش که داره چیکار میکنه، حاجت میده. حالا به هر حال هستن این آدمه، پیدا میشن، حالا یا آجرش کوره یا بچه دار نمیشه یا هر مشکلی که داره این خودش پشت